خیلی عزیز گرامی، از نام خودم، از نام همه حضور مبارک شما، خاندان برادر عزیزمان بابی فیضلی را به این ساعتهای پر از خرسندی و پر از سرور و فرح تبریک و تهنیت میگویم. از الله مهربان دعاگو هستم که این شهر بچه را همراه این خانومی انتخاب کردهش، الله مهربان عمر دراز و ایمان کامل و سعادت دارین و جمعشان جمع با خیر و با سعادت و ای محصول جمعشان فرزندایی که هم صورت خوب و هم سیرت خوب داشته باشد، الله مهربان با وجود بیاورد. از بابی فیضلی پرسیدیم مولی بردو بچه که دیگر هم داشته، الله مهربان و این روزهای خوشی و خرسندی اون دادرهای ما را هم رسانه بود، اونها را هم با زمان زنهای خوب و زنهای صالحه را الله مهربان نصیب شد گردانه. همه شما را برادران عزیز، فرزنداتان، نبیرهاتان به این روزهای خوب و به این روزهای خیر رسانه. برادرای عزیز و گرامی، انشاءالله من یک دقیقه های اندکی پیش از یک نصیحتی برای شهر بچه کنم، یک حدیث پیامبرم میخوانم، یک کم تر معلوم میکنم، بعدا خدا خواهد بود یک تبریک و یک نصیحت دیگر برای دادن ما شهر بچه میکنیم. زیرا برادران عزیز و گرامی، الله مهربان برکت یا برادرای ما را که در آغاز همین محفل هاشون که از نصیحت داملاها و از قرائت این قاریای بسیار محترم ما الحمدلله که استفاده میبرند، انشاءالله این هم یک نشانه بگیم با عقلی و با فهمی همین پدر و مادره. زیرا اگر پیشترکا هم فرزندای ما، چی دخترها و چی بچه ها ما نیازی به مصلحت و نصیحت داشتن، امروز برادرای عزیز همین نیازی با به مصلحت و به نصیحت خیلی و خیلی مهم شدگیه، ضرور شدگیه. زیرا از همین تشویش های زندگی آلی همان تلفن های ما همین روزا به مبالغه به خدا قسم من از این چند نفری زنگ زد دیگر مانده شدیم، ای گپ زنیرم مانده شدیم. هر نفر زنگ میزنه ای نافهمی و تلاطم زندگی شد. برای همین امروزها خیلی مصلحت همین داملاهای ما برای این شهر بچه ها و برای عروسای ما بسیار مهمه که اینها باید که گوش اندازن و لیکن به آن چیزی که گوش میکنن و میشنون عمل کنن. خدا خواهد بعد زندگی اینا نور میگیره، زندگی یا صفا میگیره برادران، در زندگی اینها برکت میشه، در زندگی اینها خیر میشه اگر به شرط به آن چیزی که میشنون عمل کنن. برادران عزیز، حدیثی را که من خواستم برای شما گویم، اسناد این حدیث امام ترمذی صحیح میگه، با روایت مولای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت ثوبان هست. حضرت ثوبان گفتن که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم گفته بود است که من مات و هو بریء من الکبر و الغلول و الدین دخل الجنه. برادر عزیز،
شکل دیگر این حدیث ابن ماجه من فارق روح الجسد گفته است. کنایه از همین مرگ است. یعنی اگر شما دنیا را پدرود گویین در شما برادر عزیز سه چیز نباشد شما داخل جنت میشید. اینها چی هستند؟ یکم کبر، دوم غلول. برادرای عزیز چند معناها قطعی آمده است. غلول به معنای در مال غنیمت خیانت کردن. یک معناش همینه که زمانهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که وقتی هر یک غذاهایی را که اشتراک میکردن و مال غنیمت جمع شد، در همون اگر به شرطی که پیش از آنی که هر که حصه خود چنا گرفته کسی در همون جا اگر خیانت کند این را غلول میگن. معنای دیگرش یعنی مال کسی را ناحق گرفتن هم غلول میگن. سوم گفتن کسی که قرضدار نباشد. سه چیز اگر در کدامی از ما تو نباشد برادرها، پیامبر نازنین گفتن اینا داخل جنت میشن. حقیقتا برادرای عزیز همین کبری که میگیم و فکرم همین تاجیکای خودمونم کبر میگیم، نه کتگی میگیم، مثال هوا بلندی میگیم، خودخواهی میگیم، خودپسندی میگیم. و تاجیکی خودمون معنای همین کبر اگرچه عربی باشد یا تکبر میگن. میگن بسیار نفر تکبرای، یعنی به معنای بسیار نمیتونی خودخواه و خودپسند و بگیم. پیامبر گرامی وقتی که معنای که الکبر بطر الحق و غمت الناس گفتن. معنای کبر چیه؟ یعنی همین بطر الحق اگر شرحاش آلی برادرای ما هستن نگاه کنن، همین هم از روی کبر وقتی که از سخن حق میگفتهش قبول نمیکنن. قبول نکردنش به خاطر اونه که تو را بسیار حقیر میشماره، تو هیچ کنیستی که من از حق گپ میزنی. ببینید همین بطر الحق و غمت الناس معلوم یعنی حقیر شماریدن مردم. حقیقتا برادران عزیز من الله را سپاسگزاری میکنم که همین مردم تاجیکی ما تکبر را بد میبینند. من این چیزا مشاهده کردم در هر جایی که بدم و نشستم و گوش کردم، مردم ما همین آدم خاکسار را دوست میدارند، آدم با تواضع را دوست میدارند. زیرا که برادرای عزیز با تواضع و خاکسار الله که خودش دوست میدارد، پیامبر مونم که ای زمره همون آدمای عادی که بود، مردم ما الحمدلله رب العالمین همین چیزا البته آگاهی پیدا کردن که مادام خالق من در نسبت تکبر که نفرت داره بدبینه، چرا ما او را دوست بداریم؟ برای این برادرای عزیز و گرامی یعنی یکم خصلت رذیله انامین کبرایی که ببین این سه چیز گندگیشون در چیه؟ ما را از داخل شدن جنت من میکنن. نمیمونن که ما جنت بریم. ما را چی از جنت من میکنن؟ یکیش کبر. وقتی که تو اگر انتری خودپسندی برادر عزیز نابسته از حساب مالداری تا از حسابی مثال منصب تا از حسابی چیزی باشد، الله رحمت کنه شاعره میگفت اگر شهرت طمع داری رفیقی بدی مجنون شو، که او هر چند بالا میرود سر بر زمین دارد. اگر شما خواهید که شهرت بیابید، خواهید که مثال شما را مدح کنند، شما را همیشه در درستان گمانی نکنند، میگه رفیقی بدی مجنون شو. مجنون بید دیده چی که درخته که او هر چند بالا میرود سر بر زمین دارد.
навдакош ҳамин баландтара кишид бо саракошуна поён мекунад. чӣ дарахти зебоай, ҳар нафар мехоҳад зераш бишинад. бар ҳамин бародарони азиз ва гиромӣ, яке аз аминҳо анамин кибр ҳаст. кибр бисёр одати ё хислати бисёр разилае бародарон. ҳеҷ гоҳ ҳаракат кунед ки дар вуҷудтон набошад, зеро дар ҳадис ҳам омад ки ла ядхулу лҷанната ман кана фи қалбиҳи мithqolu заррати мин кибр. олибин заррара бародарои азиз, заррара оли ба чашм дида намешавад, заррара ба микроскоп мебинад. агар миқдори ҳамун микроскоп медидагӣ вори дар вуҷудат кибр бошад, пайғамбар гӯ ҷаннат намедад. алло раҳмат кунад ҷаноби суфёни саврира мегуфт ки ҳар як гуноҳе ки агар аз рӯи шаҳват бошад, бин гумон ҳамин аст ки ӯ бахшида мешавад, агар гуноҳеро аз рӯи шаҳват кунӣ. лекин ҳар як гуноҳеро ки агар аз рӯи кибр кунӣ, бахшида намешавад. бигем гумон ҳамине ки бахшида намешавад. баъд ҳазрат мисол меорад, мегӯяд зеро ки ҳамон лағжиши ҳазрати одам аз рӯи нафсиш буд. ба сабаби ҳамон лағжишиш ки дар ҷаннат ки аллоҳ гуфташ ба фалон дарахт наздик наша, наздик шуд, аз ҳисоби нафс ки буд, аз ҷаннат берунаш кард, лекин охиран бахшидаш. лекин мегӯяд асли гуноҳи шайтон ки ай кибр буд, аллоҳ набахшидаш. бин шайтонам ай назди аллоҳ пеш шид, ай дарбораш дурш кард. иам гӯем 7 табақи замину осмона дарс мегуфт, ба номи азозил буд, хеле муҳтарам буд. лекин ба сабаби оне ки асли лағжишаш ай кибр ки буд, гуфти ай хок, ай мақсад, ман аз оташум я арзиши ӯро надорад ки майра саҷда кунам. аллоҳ набахшидаш. бар ҳамин бародарои азиз, ҳақиқатан бисёр оли дар тамоми агар ҳадисҳоро, оятҳоро нигаҳ кунӣ, мега ҳамин пайдо шидани кибр ай 5 чиз будай бародарон. 5 чиз иллати пайдо шидани кибр дар мо мешидай. якум мега илмай. бин дуюм мега ана аз ҳисоби мега сарват мешавад. яке илм, яке сарват, яке қудрат, яке ибодат, яке насаб. анами 5 чиз мега пайдо кунандаи кибр мешавад. барами бародар, ҳар касе ки дорандаи кадоме аз амин бошад, бояд бо ин ҳеҷ вақт бародарои азиз худхоҳӣ накунад. аз илм ҳамешид аст. баъзе одам илм дорад, лекин дар баробараш такаббур аст, бисёр ҳавобаланди бад аст. ولی اگر ما همون واخوری حضرت موسی را با حضرت خضر بخوانیم، میگن میدونیم که از کجا همین مقصد بیدار شد. چرا حضرت الله ذوالجلال موسی را وادار کرد که با خضر ملاقات کنه؟ میگه سببش همین بود که وقتی موسی در بین مردم برآمد میکرد، نفر از موسی پرسید که هل تعلم احدا اعلم منک؟ ای تو در یگان داناتر دیگه الله داره یا نداره؟ حضرت موسی گفت نه، از من در داناتر دیگر نیست. میگه همین زمان وحی شد که موسی مقصد بگیره که امون لاقه اسباب انجام تا با فلان جا بره، خضر گفتگی نفر دارم با ملاقات کن. دین رفت وقت خضر را دید، حیرت دمون حضرت موسی، کارای خضر را دید، علم خضر را دید. حضرت موسی گفت آنچه را که الله میداند من نمیدانم. یکی از سببهای ملاقات کردنش میگه همین بود که خودش گفت از من در داناتر دیگه کسی نیست.
علم بسیار مرتبه بلنده برادر. کسی را خداوند عالم کند حقیقتا این مقام بلنده یافته. قرآن میگه ولقد آتینا لقمان ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قال الحمد لله الذي فضلنا على کثیر من عباد المؤمنین. وقتی که الله مهربان حضرت داوود با سلیمان علم داد، گو ما از همه مردم روی عالم برتر و بالاتریم برای آنی که ما علم داریم. ببینین حقیقتا حدیث ها میگه لموت قبیلتین ایسر من الموت العالم. یک قبیله اگر نابود شود آسانتره او یک عالم از بین میرود. یوزن یوم القیامه میداد العلماء بدم الشهدا. روز قیامت خدای مهربان رنگی را که عالم صرف بکنه در نوشتجاتش میگه در وزن برابر خون شهیده. این مرتبه را بینید، مرتبه عالم را بینید. پیامبر میگه این دنیا ملعونة ملعون ما فیها الا ذکر الله تعالی و ما والا و عالما او متعلما. دنیا ملعون است، لیکن الله مهربان گفت که در همین دنیای ملعون استثناء است، عالم و متعلم استثناء است. اینا جدا هست، یا نمیدرایند در این. لیکن با همین مرتبه و مقام وقتی که ما برادر عزیز در خودمان انمو خودخواهی را و خودپسندی را و غرور را پیدا میکنیم، دیگر انمو نور و برکت خیر علم از بین میرود. الله مهربان رحمت کنه جناب سفیان ثوری را. وقتی که میگه بسیار حلقه کلام داشت، درسی بود، درس میداد. بعد میگه آمد و در بر بالا هم که جا کردگی نشست و در دیلکش همون یک کمی شاید که همین یک هوا بلندی پیدا شد. برای آنه که همون هوا بلندی را از بین بره گفت ای برادر عزیز، شما فکر نکنید که من از همه شما بهترم. اگر حاضر حضرت عمر زنده باشد مرا میگه تو کی حق داد که در این بری بالا باشی و با شلاق مرا میزد که تو سزاواری کار نیستی. تو از کجا آمدی در این بری بالا نشسته و مردم تعلیم میکنی؟ خودشون برادرها سرزنش میکردن. یکی از میگه سببهای پیدا شدنش همین علم هم میشود. اگر خدای مهربان در این ملک ما برادرای عزیز الحمدلله که ما عالم های ما را میبینیم، همش عالم های انشاءالله خاکسارند، انشاءالله با تواضع اند. عالم های ما انشاءالله عالم های هوا بلند نیستند، ناپسند نیستند. مثلا اگر خدای مهربان کدامش باشه الله مهربان توفیق هدایت بده، لیکن اگر نباشد انشاءالله تاثیری او بعد در جامعه زیاد میشود. دیگر نفرش گفتیم برادر از آدمی که پول داره، یکی از دیگر نشانه پیدا شدن کبر حساب مال میشود. دیدین که وقتی آدم در همین پول که پیدا شد بعد دیگر یعنی چه کنترل کردن نمیتونه، کنترل کردن نمیتونه دیگر. برای همین الله را باید مالدارای ما دعا کنن که خدای مهربان همین مال ما را دادی، عطا کننده همین مال خودتی، الله مهربان اداره کردنش برای ما نصیب کن. خدای مهربان ما را از جمله کسانی نگردان که مالها سبب دوری از تو شدن، رابطه ما را با تو کندن، همین مال سبب شد. برای همین برادر عزیز یکی از سبباش مالم هست. دیگر چیزش گفتیم قدرت. قدرت هم همیشه وقتی در آدم قدرت پیدا می شود، توانایی پیدا می شود، وقتی می بیند که گپش در همه جا میگذرد، همینجا هم یکی از پیدا شدن کبرم سببهاش هست. دیگرش میگه عبادت هست. از عبادت هم بعضی آدم ها
هوابلندی میکنن که ما عبادت بسیار داریم. همین حضرت سفیان ثوری را قصه‌اش خواند، ولی یک کتابش در دست من میگه یک کس گفتش حضرت خوش به حالت، یگان شب تو بی نماز شب نیستی، تا روز تو عبادت داری، خوش به حالت، خیلی بنده مقصد انشاءالله بهترین الله هستی. میگه در حال گو اگر هر کسی که با عبادت زیادش اگر به شرطی که خود صنایی کنه، اگر مقصد خودش معرفی کنه، او بسیار احمق گفت، زیرا ملائکه های الهی گفت یگان لحظه از یاد خداوند خالی نیستند، باز میگن سبحانک ما عبدناک حق عبادتی، پروردگار تو پاک هستی، ما نتوانستیم آن مقداری را که تو سزاوار بودی ما تو را عبادت کنیم، ما همون را نتوانستیم کردن، با همین عبادت با میگن ما نتوانستیم. من به یک نماز شبم در بین مردم خدمت تعریف کنم که تا روز نماز بخونم. دیگرش برادر گفتیم که غلول است که مالهایی را که مثال ناحقانه در دستش میآید، وقتی مال مردم هم در دست ناحق اگر خوردی هم برادر عزیز، تا اگر همون مبلغ گردانده به صاحباش نتی، یکی از مانع های جنت، یکی از وارد شدن به جنت ما را همین چیز نمیگذارد. دیگرش قرض برادر عزیز، قرض هم بسیار چیزی شومه که هرگاهی که کسی مبتلا شد باید در فکرش باشه. در اخیرا بازم دادرمان چینون داره ایشا سعدی را الله میرومان بازم حیاتی خوبش بده، حیاتی نیک نصیبش کنه. از همه چیزی مهم در زندگی برادر عزیز پیامبر گفتن خیارکم لنسائهم، بهترین شما کسانی هستند که با زنهاشون معامله خوب دارند. در معرکه برادر عزیزم کشتگی توی وقتی که من درباره همین احترام زنها گپ زدم، یک بچه همون راستای شما گو بابای داملو، همین داملوهایی که در تاجیکستانن همین گپ هم میگن خیچون با زنهاشون چقدر معامله شون با خدا داریم طریقش از پیش خود همین میگن که زنهاتون در خدمت کنین، مقصد خدمت به معنایی که حقشونه مثال بجا بیارین، حرمتشون کنین، دوستشون بدارین، همینا خودشون با زنهاشون چقدر باشد. برادرای عزیز، من از اینجا چی خلاصه برآوردم؟ یعنی نگاه مردم در راست مثال همین آدمایی که مسئولن بسیار جدی است. برای چی من 5 چیزی را که ابوالای سمرقندی گفته است یک چمین است، میگه ابوالای سمرقندی میگه تا 5 چیز در واعظ نباشه حق کپیدن این میکروفون نداره. یکش همینه که با گفته های خودش عمل نکنه، حق نداره که مردم نصیحت کنه. برای همین اهمیت مردم هست که کمی داملو وقتی میگه خودش چه میماویدش. برای همین برادرای عزیز و گرامی، وقتی پیامبر گرامی گفت اگه ما از تنی همه شاهدی نمیتیم که همه مثال همون کسی که داملا های یا کسی مثال بگیم پایانتر های با زنهاش مناسبتی خوب دارن، اگه از جانب همه ما شاهدی نمیتیم، لیکن مادام پیامبر گفت است ما باید که برادر عزیز رعایت کنیم، زیرا اطاعت رسول اطاعت الله است. عاصی شدن نزد رسول عاصی شدن نزد الله است. از این لحاظ باید ما زندگی برای که پیامبر ما زندگی خوب داشتن، زندگی نیک داشتن. دائما یک گپ میگم خیلی کم کمک ناراحت میشوند، لیکن همین قوای سیم هم بسیار تاثیر میرساند. قوای سیم ده همین بیشتر زنکا میدورن، مردکا نی. همین زنکای خانواده قوای سیم هم در زندگی های فرزنده همین دخالت میکنند. دخالت های نادرست اگر مصلحت کنن و نصیحتش کنن و مقصد زندگی اونها را خوب نکنن، خدا برکت دنیا و آخرت چون کرد. لیکن بسیاری چیزا در مانع میشوند
سخیری های نادرست میکنن انجام به زندگی های فرزندای ما هم بسیار تاثیر های شوم میرسند. خدای مهربان بازم توی مبارک کنه و الله حفظتان کنه و خدومی همه برادرای عزیز با در توی مبارک میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب. الله مهربان برکتتون کنه.